خواندن قرآن مسلمان نشدید. هیچ کدامتان با خواندن قرآن مسلمان نشدید. تولد شدی، عبدالقدوس آوردن در گوشت آذان داد، اسم عبدالوهاب را بالایت گذاشتن، بعد چی؟ بعد آمدی گفتی من مسلمان هستم. اون زمان در قرآن هر جفنگی که آمده باشه میبوسیش. این از دینداری شما. هیچ کدامتان با خواندن قرآن مسلمان نشدید. هیچ انسان سالمی با خواندن قرآن مسلمان نمیشه. آیا واقعا همینطوره؟ پروفسور کیتل مور، دانشمند برجسته جنین شناسی، بعد از مطالعه قرآن مسلمان میشه. محمد علی کلی، بوکسور معروف آمریکایی که به عنوان یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ شناخته میشه، بعد از مطالعه قرآن مسلمان میشه. آرنولد فاندورن، عضو گروه ضد اسلامی در هلند که فیلم علیه پیامبر اسلام میسازه، بعد از آشنایی و مطالعه دقیق قرآن مسلمان میشه. موریس بوکای، پزشک فرانسوی، بعد از مطالعه قرآن به دین اسلام مشرف شد. شکیل اونیل، یکی از بزرگترین و مؤثرترین بازیکنان تاریخ بسکتبال، بعد از مطالعه قرآن مسلمان میشه. کیت استیونز، خواننده معروف بریتانی، بعد از مطالعه قرآن مسلمان میشه و اسمش را به یوسف اسلام تغییر میده. حالا به نظر شما کسی وجود داره که قرآن را دقیق مطالعه کنه و مسلمان نشه؟ قضاوت باشه.